پیامبر معراج میروند، صدای کلوچای را میفهمند، خیش خیش پاهاش بیلال. میگن در زمین میبیایم بیلال چی نتیجه داری؟ شب معراج صدای کلوچا در جنت فهمیدم، پشت من تر گشت حساب دی. چی گپه؟ هیچی ندارم فرستاده خدا، من در عمر هیچی ندارم. من یعنی که همین قدر خرما خطی مویز خطی خانه امیه ابن خلف من گوسفند بچراندم، من پناهی ایمان آوردم. بینه چی عذابا مرا دادن. من همین کار میکنم، بامداد من میخونم، جام دا میشینم ای مسجد بیرون نمیبرم. هفته و یک نیزه میشه، 2 رکعت نماز اشراق میخونم و دعا میکنم. همین تعلیمات خطانه برآمده میرم. پیغمبر گفت در بدن ما 300 و چند بنده، کسی نماز اشراق همون روز خانه حق نلاگ الهی را ادا کرده. امروز ما در بدن ما 300 و چند بنده، ولی یک بندش در نکرده، ولی یک دندون در نکرده، یک گوش در نکرده، یک چشم در نکرده. این نزد خدا در جریمه قرامت میخواست. حقش میگه خدا، حقش نماز اشراق بده. ایجام نمیجم گو فرستاده خدا، همین نماز اشراق رو میخونم برآمدم میرم. گو همین برکت قطی صدای کلوچات در جنت فهمیدم. عمر بین، ببین عمر بهده رفته است. آرزوهای ما پیر نمیشوه، این آرزوها پیر نمیشه، ما را پیر کرد. ای میگه بنده برو، میگه این طبیعت کی زنده کرده، این طبیعت کی راست کرده. پیش سفیان ثوری میبیا از دحریه به خدای نگاه میکنه، میگه سفیان مردم خدا دعوت میگی، خدا دعوت میگی، همین خدا را اکجا شناختی؟ من باورش ندارم. خدا را چهره تو خیل همین تو دیدم، گفته حیران شدم که به این زیبایی، به این خوشرویی اینا بینا تو دیدم، خدا در ایمان آوردم. هر یکی ما را بینه که خلق کرده این صنعتا که داده این نعمت را. هیچ که من پیغمبر قرآن گفتم مسلمان نشدم، من این چهره تو را دیدم مسلمان شدم. که خفای این چی نیروی هست آخی. ما را عمرمون میپرسن، عمرمون باید بهده نروه. پیش عبدالله ابن عمر میبیایم، 2 تا جوانه، ای قاضی امت، ای امیر المومنین در حدیث، ما از زبان پیامبر دعا در حق تو فهمیدگیم که تو را پیامبر نیکمرترین و صالحترین امت خواند. برادرم فقط پدر و مادر مبانی میکنه، خونه بیرون نمیبره، وظیفه‌ش همینه. من سوداگرم، دستم در پدر و مادرم نمیرسه، مسجدم نمازم خوندن نمیتونم، چی خیلی دکانم در میخونم نمازم، در تجارتم. حضرت نگاه میگه کدامون اجر میگیریم، دستم نرسیده سه اوتا چنده. پیامبر نظر کردن، میگه حضرت عبدالله ابن عمر سوداگر و گفت این اگر یک اجر گیره تو 2 اجر میگیری، تو یک قدم بر رسول اکرم نزدیکی. گفت چگونه؟ گفت تو با وجود عبادتت با ناموس خاندانت حفظ میکردی. کسی ناموس خاندانش حفظ میکنه و یک قدم بر رسول الله نزدیکه. امروز عمرو باید بهوده نروه، عمری مردم در قمار بازی میگذره، عمری مردم در کارهای به معنی میگذره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نعمتش بینین که در 23 سال حیاتشون چی دین چی خدمت کردن، چی نعمت ها را آوردن. برای همین بد میدیده پروردگار کسی را که عمری به معنی داره. حضرت موعظمون میکنی، امام بزرگ سفیان ثوری چی موعظتون کنم؟ خیلی چیمون گو که من حسن المرء المسلم ترکه ما لا یعنی. بهترین اخلاق مرد زنی مسلمان همینه که کاری به معنی را بس کنه. ولی که بس نکردم گپم تاثیر داشته باشه. کاری به معنی را باید چکار کنیم؟ بس کنیم. ابن حجر اسقلانی 40 سالگی بالا تماشا نبرآمده بوده. تا وقت تمام شد، یکی از بزرگترین علما محمد شفیع عثمانی عصر نو در گذشته دومولام زیاد معلومات نسبتش دارن. کتاب نویس با نام معارف القرآن، بهترین تفسیر معاصره. فتح الملحیم شرح صحیح مسلم نوشته. وقتی که می اومده اکنون بازار و وقتا اسبای عروبگی بده شاگرداش قد خرید، میگه خرید میکرد پولا رو میداد در درین هم عروبه شیشتگی بارا رو بار کردن. این فتح الملحیم نوشته است. میگفتن حضرت آخه خونه در می نویشه آخه بازاره. میگه وقت کمه، ما نمیدونیم پگه چی گفه، کتاب ما تمام میمونه.
وقت کمای برادرو. کسی ای عمره حج عمره رفت خشاب حالش خوب کرد، وقت کمای، ما نمیدونیم سال دیگه چی گپای. ای عمر ما را میپرسن. پیغمبر غمی عمری ما را خورد، پیغمبر برای عمری ما گریه کرد. این شیشتنا برادرها کاری به معنی نیست. حدیث های صحیح پیغمبر که مجلس ایده که نام رسول و نام خدا و رسول بلند میشه، ملائکه ها تا عرش پیچونده میبردیان، نام هر آدم می نوشتیان. فلانی بود، فلانی بود، فلانی بود، فلانی رفت، فلانی آمد، فلانی نشست. شکر عبدالله ابن عباس بلند می شود در طایف بین مردم ده: ای اصحاب رسول و امتی رسول، هفته را یک روز برای مردم دعوتش جدا کنه، مردم از قرآن و از حدیث رسولش دور نکنه، اقلا بیگاه های جمعه منبر بلند کنه، مردم بیاره، هفته که مردم در دوزخ رفته گیه او را کشیده بیاره راست کنه. این صحبت ها معنیش همینه. این برکت عمره. حیف او عمره که از این کارو دور میگذره، کاروی بیمعنی میگذره. ما ای عمر فردا پرسیده میشه مولی نماز نه، ولی نماز موندگه. ای عمر در کجا گذروندیشه؟ عمر اگر بیمعنی گذره ما بسیار بیمعنی هم برادرو. حیات پاکیزه را باید نگاه کنیم. صبغت الله و من احسن من الله. صبغه رنگ رنگ خدا های. کسی که طاووس بین طاووس خدا رنگ کرده، 1000 روز باران میباره طاووس رنگش نمیروه، اما یه رنگی را ما کرده باشیم در 1 سال آفتاب خیره میشوه. ماشین ها را رنگش خیره شد، اینا بینه نه خانه ها را رنگش خیره شد، هر سال خانه ها را بیرونش ما رنگ میکنیم. اما طاووس را خدا رنگ کرده دیگرگون نمیشه. معنی گپم همینه که کاری خدا رنگ خدا دیگه، کاری خدا دیگه. روز جنگ خیبر صحابه اوف و پوف و تعصف انگوش گزیدستیان. چرا؟ سعد ابن عامره را دیده؟ بله دیدیم. 2 قاب نقره افته، قاپا را مردم عرب او را چی میگه؟ اواق میگه. 2 اواق کلان به اندازه قریب 200 کیلوگرم میگه نقره افته در روز فتح خیبر. خورده میگرده مودم است کو 7 پشتش قطی میخوره، جمع کردگیش بسایشه همو دوره بوده میگه و 7 پشتش بسایشه اگه خورده میگرده. پیامبر نگاه میکنه گپ زیاد شده است، پیامبر نگاه میکنه گپ زیاد شده است، ختم میکشن میگه اکنون بشینه اوصیکم بتقوا الله، شما را به پرهیز خدا دعوت میکنم، شما را به حیات نو دعوت میکنم، شما را به زندگی به معنی دعوت میکنم. صحابه نگاه میکنه چیه؟ کسی 2 رکعت سنتی بامداد در وقتش خانه، قسم به خدا ای دنیا و باشنده های دنیا رو بهتره. کسی می 2 رکعت سنتی بامداد در وقتش خانه، هممون بامداد قضا میکنیم، هممون بامداد قضا میکنیم. چی روزی بده که امروز بامداد قضا میشه؟ دنیا را باید دادگیم، دنیا را باید دادگیم. باید هر یک نفر فکر کنه که حیات به معنی نگذره. 40 ساله بالا چیزی بود اکنون تمام. 40 بالا زندگی پیریه برای ما دیگر جوان نیستیم، ما دیگر یاش نیستیم، ما دیگر یاشی، حکمت یاشی ما تمام شد. کسی 40 محرمان خلاص. پیغمبر خدا مردن شانده، انس ابن مالک میگه ریشانه حساب کردم 16 تاش سفید بوده. چه یاش رفتیان 16 دانه ریش میگه حساب کردم سفید بوده استیان. چقدر پیامبر به این نازنینیشون رفتن. برای همین صبغت الله و من احسن من الله. صبغه کار خدا های. جمعه حج المساکین های، نماز بامداد 2 رکعت سنت شای دنیا بهتره. پیامبر گفتن من صلا بردین دخل الجنه. کسی 2 نماز سلقین با جماعت خانه جاش جنت های. چیه فرستاده خدا گفت بامداد عصر کسی با جماعت میخونه جاش جنت های. پیامبر فرمودن کسی بامداد اگر با جماعت خانه کل شب عبادت کرده نفل، کسی خفتن با جماعت کنه نیم شب نفل خونده، عمره باید بهده نگذره، عمره بهده نگذره. عبدالله ابن عمر 400 بار حج عمره کردیم. امام ابو حنیفه 55 بار حج فرضی کردیم. مدتی
271 روایت 300 حج عمره کردیم. این عمره میگذره، عمره ما بهوده میروه، عمره ما بهوده میروه. برای همین کسی که زندگی را به معنی میگذرونه خدا اون خوشه. همیشه دعا میکرد از حضرت انس ابن مالک، پروردگارو در کجایی که تو انس فرزند مالک نغز میبینی در هموجه بودنش خود توفیقش ده هدایتش که در کجایی که تو نغز میبینی من میخوام در هموجه باشم، در کجایی که تو نغز نمیبینی من هموجه باشم، همین امانت تای من گیر من روزیم. دعا میکرد هر نمازش تا. باید ما هم دعا کنیم در کجای خدا روزی ما باید هموجه باشیم، در کجای خدا روزی باید ما هموجه باشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی که در او پروردگار ادا کرده کسب حلاله، سحر بر وقت میخیزه، حق خدا را به جا میبیاره، بعد از اون میخیزه و من استحسنه، بهترین کار نیکویش چیه؟ ایدم کسب حلالش میروه، چی تجارت داره، چی زراعت داره، چی چوپانی داره، در اونجا میروه برای ناموسی اهل و عائله و خاندانش میانش بستگی که نفقه جمع میکنم شهیدی در درون خون آغشته از این درجه بلند میشوه. شهدای احد اجرش میدونی، آدمی برای نفقه خاندانش محنت کرده میان میبسه، ناموس میکرده، پیغمبر شهید اجرش داده، در درون خونش آغشته گفته انمی اجر داره. در دیگر حدیث پیغمبر فرمودن کسی برای ناموس دخترکاش و ناموس ضعیفش زنش، پدر و مادرش اونها در نفقه میو و لباس میو و خوراک و پوشاک میو و سحری ای خانه برآمدن تا بازگشتنش در زیر سایه الله الله بونیش میکنه که این انسان زیر دست نانخور داره تا زمانی که گفت چیز عمرش کامل شده اگه نباشه عجلش نبیاید الله بونی میکنه آدمایی که مهنت حلال میکنن. این عمری به معنی این عمری به معنی برای همین عمره را هیچ محل به معنی نگذرونیم. ابوالحسن ندوی یکی از بزرگترین علما، یکی از بزرگترین واعظا، زیاده از 800 تا تصنیفات داشته. یگان کس تنقید نکرده بده حیاتش تا، یگان کس در کتاباش این ابرمرد تنقید نکردیان، یگان بار غیبت کردگی نبوده است، یگان بار غیبتش کردگی نبودیان. انمی ابرمرد از پدر یتیم میمونه، مادرش در دستش قبیدگی دهن به دهن خانه علما و معلمان میگشت، میگه همین میده که منو صاحبی کنید. اولی همش گپه نه، مادرها را دامنشان مدرسه. امروز مادرها به معنیش نه فرزندای به معنی های، امروز مادرها به معنی شدن دخترای به معنی های، امروز مادرها به معنی شدن که امروز مردکا دیگر بزدل شدگن، غیرت ندارن، ناموس ندارن. چرا؟ همه ما شیر مادرها را خوردگیم. انمی مادرها به معنیش نه چی به معنی شد. امروز همینه. امروز خدا رحمت کنه اون مادرها را که در دستش بچه هکش خانه با خانه علما میروه میگردونه، هر جایی که درسش میبرد میگه کتابت کردن، دعاش میکرد که پروردگارو دل استاداش ای فرزندی من خرسند که پدر دیدگی نیست، مادر علماش کرد، مادر علماش کرد. هر بار میشیشه گریه میکرده زار گریه میکرده، میگفته که همه از کتابای من خواندن، من خودشان مدیون قرضاری من میدونن، اما من قرضاری کمپیری اوچمم، اما اوچه من در زمانی با دولتی من از دنیا گذشته رفت. مادرها خدمت کردن. مادر امام بخاری پدرشان میگذرن در 12 سالگیشان، مادرشان ای همین بخارا بینن که کیان اینو، انهم فتیتون، اینها جوانان هستند. داستان اصحاب کهف، اینها جوانان هستند. شب جمعه به اصحاب کهف سر می شود. شب جمعه، روز جمعه اولین هفته روز مسلمانای خداوند در اونجا انهم فتیتون میگه، اینا جوان مردا بودن. کیان اون اصحاب کهف؟ جوان مردایی که اون غار در آمدن. عمری به معنی را بین، همون غار در آمدن، همه امکانیت دارن، همشان کار و وظیفه در اوج اعلای دقیقونوس کار میکنن، اما میدروین در آسترین خواب میرون، 300 چند سال خواب میرون.
قطیشان یک سگ میروند. سگ اصحاب کهف روز چند دومی نیکان گرفت و مرده بشه. روز قیامت سگ جنت میدروید. قطی نیکوی خدا جنت میدروید. نباشه همه حیوانات خاک میشوند، اما سگ اصحاب کهف جنت میدروید. چرا؟ دومی اون جوان مردای نیکنام و نیک قدم گرفت. اصحاب کهف چیه؟ او جوان مرد بدن. جوان مرد، ای جوان، ای یاش، دیندار باش، با تقوا باش، حلال خور باش، با ناموس باش. از غیرت و ناموس و علم و یعنی که فتوت و ایمان و راست قولی جوان مردای امروز باید خدا خشنود باشه. خدا اینهم فتیتون میگه، اینا جوانایی بودن که در اون زمان راه خدا را گرفتن بردن. در همون جامعه هم اگه 5 7 یا چند نفرن، دومشان سگ دومشان نمیگیره. واسطه زراعه بالوسید دستای سگ میبرن که از پی سگ گرفته قفای ما نبیاین، ای پی همین ما را نیاون. سگ به همون دستای بریده میگه آستان دوستای خدا را با ترک نکرد. اومده هنی در اومده در همون غار خواب رفتن رفت. با برکت دوستای خدا سگ اصحاب کهف به صورت انسان جنت میدروید. حیات به معنی نگذرونیم، حیات به معنی نگذرونیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم ای دنیا میگذرن، صدای بلند شد میگه. حدیث در امام ترمذی ای صدا بلند شد، شتری پیامبر میگه از میخ کند. روز جنازه رسول اکرم شتر آمد، همین خیلی سخت خشته در دیوال مسجد زد، گردن شتر شکست. همون روز جنازه شترشون هم مردن. شتر حیاتی به معنی را دوست میداره. شتر دوست میداره که در بالاش رسول باشه. چوبه را میمانن، پیامبر بالاش میبره، امر معروف میکنه. از روم میبیارن، استا را منبر را میسازه، پیامبر بالای منبر میبره، مردم در امر معروف کنه. میگه که در درون مسجد نبوی گریه کودک بلند میشود. زور کودک گریه داره. صحابه حیران میشه کدام کودک های؟ پیامبر میگه این چوب حنانه، چوب برای من گریه داره که چوب تای بالای من فرو آمدی. چوب برای رسول الله گریه میکنه. استونی حنانه از حجری رسول گریه میکرد همچو اربابی عقول. حضرت رومی میبیاره داستانه که یک چوب رنگی به اخلاق گریه کرد. ای قلاش، ای بمعنی تو نخواه یک چوب کم بیایی. پیامبر میپرسه که ای اگر بخوای میشرونم تا در مدینه غرب شرقی خرماد میخرم، نباشه پرتام و جنت بروی. چوب گریه کرد که جنت میخوام. پیامبر گفت گروش کنه. فردا روز قیامت چوب حنانه در جنت های. شتر به خاطر رسول میمره. اصحاب کف سگش میروه، در اونجا میروه. چی میشوه؟ مقصد فدای دوستای خدا میشوه. عمر بهدر نگذرونیم. عمر میگذره برادرو، به هیچی 50-60 شدیم. هیچی رفت. والذی او خدایی که کیف یحیی الموتى، کیف یحیی الارض بعد موتها. خدا را ببین بعد 100 روز زمستانی قهراتونی حیران میشن. میجوره میدیدی سبزوات نمیدیان، فردامون میخیزیم پیشتا. اوجا راست میشیم میبینیم آن روز عمرمون به معنی نباشه. عمرمون بیهوده نگذرانیم. بزرگای ما خدمت‌های کلان کردن. بزرگای ما بسیار خدمت‌ها کردن. در کجای دینه در اوجا ابروی، در کجای دینه در اوجا مقامای، در کجای دینه در اوجا بلندیای، در کجای دینه در اوجا زندگیای. بعد این دنیا رنگ تنه باشد، دین روحی اوای. دین نباشد، تنی به روحای. برای همین دینداری چیزی بزرگه برادرو. موسی علیه السلام روی دریای نیل میبیا، اساش درونی دریای نیل دا میمونه. نیل دو بلاک میشه و همه تون فیلماشو ندیده. بنی اسرائیل میگذرانه. سوال میکنن که وای چی بود؟ میگه وای دین بود. موسی که دینداریش درست بود دریا کافی. اگر ما دینداریمون درست باشه هزارا کوه‌هوی میشوند، هزارا دریاهوی میشوند، مشکلات آسان میشوند. امام بخاری چشماش کور بوده تا 5 سالگیش، مادر شب و روز دعا کرده گریه میکرده است. بعد از اون شب ابراهیم خلیل الرحمن در خوابش میبینه، میگه ای مادری اسماعیل بخیر راو چشمی بچه‌ت بینا شده. میگه ابراهیم خلیل الرحمن در خوابم دیدم. خست میگه چشمای قاری محمد من میگه بنیاد شده. میگه چشماش در 5 سالگی جوی میشوه.
میپرسن که چرا تو اینقدر این امام بخاری رو بزرگیش هم میپرسن مادر چیکار کردی اینقدر بزرگ شد؟ همین کار کردم، یگان بار به طهارت شیرش ندادم. انا عمری به معنی همه شرایط برای دختر و بچه ها میکنیم، تمامی گوها و تمامی کورپا و نمده کرده میتیم آشون شوه همه شکنی، لیکن گوزن که بچه هم به طهارت خونه رو، بچه ده به طهارت شیر نته، شیطان ضرر داره. حدیث پیامبر گفتن هر کس همین دعا رو نمیخونه اللهم جنبنی شیطان عنی و عن مضاجعه و مما رزقتنی، همین دعا رو نمیخونه برابر دی آلتی تناسلش گو شیطان هم آلش چخ کرده گه یک بار زنش نزدیک میشون. این تعلیمات را تیم ایرا رسول الله میبینه، ایرا وحی خطی میبینه. این دعاها فراموش شد، الحمدلله فراموش شد. پیشتر دوملو نمیموندن، مردم موی سرید بلند نکاح نمیکردن که موی سرت قوق میمونه. گفته هر یک موی سر ترشدنش واجباته در غسل. این تعلیمات رو میدادن. مایل همه شرایط کنیم، فرزند مونه چند قدر هم باشه حق داریم، لیکن آخه دینداریشون هم بینیم. امام بخاری به دعا به طهارت مادرشون یگان مراتب شیر نداده بودن. 5 سال دعا میکنه، 5م سال با چشمش روشن میشود. ما دعامون کمه، ما دعای عاشقانه نداریم. ما چند نمود نماز داریم؟ ما چی یک نمود نماز نداریم، چند نمود نماز داریم؟ چی در نماز میخونی؟ من جوعی و آمنهم من خوف. ای گشنگی ای ترس نماز میخونم، شکر میکنم که خدا گشنگی را دفع کنه. فلیعبدوا رب هذا البیت. شما که عبادت سجده میکنی گشنگی ها دفع شوه، ترس ها دفع شوند، بیماری ها. یک نماز شکر بده، یک نماز دیگه اقیم صلاته، ای موسی برپادار نمازه. چرا؟ ولی ذکری اخما یادی منه، ایما خدای تو می، ایما ترا یک قطره آب خلق کردم، این زیباگی را من دادمت. ولی ذکری منه یاد میکنی، من حق یاد کردن ندارم، من حق سبحان الله گویی ندارم. یا نماز دیگر بده، نماز رشد بده. یکنون اینجا سجده میکنی، پیامبر میگه سبحان ربی الاعلا گفتند، گفت پرده ها برداشته میشود. تو سبحان ربی الاعلا میگه عرش میفهمه که نماز رشد بده بالا. اینا همش زندگی به معنی های، حیات رو به معنی گذرونیم، عمر رو به معنی گذرونیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی 1 ساعت در علم میشینه، 1 ساعت در علم میشینه، 1 سال عبادت نفل مینویسن شد. 1 سال عبادت نفل آسان نیست، 1 ساعت در علم میشینی. برای همین این ساعت ها را، این 6 تا نامونه، این صحبت ها غنیمت دانیم. پروردگار قبری پدر و مادری حاجی صابر جان جنت کنه، گورش پر نور کنه. همه گذشته های شما را هم پروردگار جاشان جنت و گوراشان پر نور کنه. عاقبت کار را به خیر و ایمان را به سلامت کنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. آمین یا رب العالمین.